من یه بیت شعر تمام عمرم باش زندگی کردم: صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس مفروش. که مثلا مردم برگردن بگن اینا خونه‌شون نمیدونم چند میلیونی یا چند میلیاردی، من عددارم نمیدونم که چی بشه. مگر شما شبا تو 5 تا اتاق خواب میخوابید؟ من اینجا بیمار و مراجعی داشتم که خونه‌ش 11 تا اتاق خواب داشت، 40 میلیون دلار قیمت خونه‌ش. قرصایی که بین میدن که شبا بخوابه نصفشو من و شما میخوردیم 24 ساعت میافتادیم. خب آدم ایشون 11 تا اتاق خواب داشت، ولی با شبا تو اتاق خوابا از شدت بیخوابی و رنج مربوط به اون کلافه میشد، حتی فکر خودکشی داشت. 11 تا اتاق خواب میخوای برای چی؟ آخه این همه حرص و طمع که ما باید یه جوری بریم بالا، یه جوری که زندگی عادی داشته باشیم.